زودتر با کمیسر لومان صحبت بکنم. خواهش میکنم عجله کنید. من به قضیه نزدیک شدم. حدس میزنم که تو که همیشه همینو میگی. حدس میزنم. فعلا گرفتاری نمیتونه حرف دوگر، تو که میدونی من گذشتمو میخوام جبران بکنم. میخوام لیاقتمو نشون بدم. به زودی مدارک خوبی به دست بیارم. من اجازه ندارم جلوی آقای لومان حتی اسمشو بیارم. اون عقیده داره که یه پلیس جنایی باید سریع باشه. شما که نمیدونید من چی میخوام بگم. شما که نمیدونید من چه مدارکی به دست آوردم. من کلی تا حالا الو روگر، من همه چی رو درست همین موقع بود که دست من در رفت. خدا چه قیافه‌ای داشتن. صورتشون رو ندیدم. یکیشون خوش لباس بود با دستکش‌های گرون قیمت. اون یکی هم ورزشکار قدرت خوبی داشت. از مشتی که زده آره کاملا درسته. این سیگارم کنجه دمم گذاشته. اینم از همونه. بله خودش. گفتین این باعث گیر افتادنشون میشه. الان همینو میگم. تو اون واگن چیه؟ واگن حامل کاغذ برای چاپ اسکناس در چاپخانه دولتی است. اون که جایی نرفته. نه